ضمن نشست رهبریت دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سعیدمین رحیمов ابراز نمود که برای استفاده ثمره‌بخش آموزگاران، دانشجویان و دانشجویان در دانشکده 4 فاکولته روزانه و 1 فاکولته غایبانه، 18 کافدرا، 1 کتابخانه علمی، 1 بنگاه طبی فعالیت می‌نماید. در دوره حساباتی باید به فعالیت تعلیمی از جمله کارهای زیرین به انجام رسانیده شد. اختصاص‌های عمل کننده دانشکده در سال 2024 با مهلت نوبتی از اکریدیتاسیون دولتی با موفقیت گذرانیده شدند. در دانشکده شماره عمومی دانشجویان بکالوریات 2034 نفر را تشکیل می‌دهد که از این شماره عمومی 67 نفر را زنان دختران تشکیل داده، 841 نفر طریق بوجوی که از این شماره 30 نفر آن زنان دختران، 136 نفر با طریق کوتا، 215 نفر شهرناموی که از این شماره 37 نفر را زنان دختران تشکیل نموده و تحصیل فرا گرفته شدند. ابراز گردید که سمت رابطه‌های بین‌المللی دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سعیدمین رحیمов یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک بوده در بلند برداشتن ملکه کسبی و فراهم آوردن زمینه مادی و تکنیکی دانشکده سهم نظر است دارد. این زمان در دانشکده 45 نفر دانشجویان از جمهوری ازبکستان، 1 نفر از جمهوری اسلامی افغانستان، 1 نفر از جمهوری اسلامی پاکستان و 1 نفر از فدراسیون روسیه به تحصیل فرا گرفته شدند.